بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و زدنا علما برحمتك یا کریم. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور با شما هستم. در خدمت قرآن کریم و با انس و الفت با این آیات مبارک انسان رو میتونه به خدا نزدیک بکنه. در 35م از سلسله درس‌های تفسیر نور را با آیاتی از سوره مبارکه البقره ادامه میدیم. آیه 55، 56 و 57. این آیات در ادامه مباحثی است که قرآن شروع کرده به خطاب با بنی اسرائیل. از اونا میخواد که این تاریخ را بیارن و اون را ورق بزنن و از اون درس عبرت بگیرن. زمانی که بار دیگر با عناد لجاجت بنی اسرائیل تورات منزل بر موسی را قبول نداشت و میخواست آن را مستقیما خودشون از خدا بشنوند، ولذا 70 نفر از اونها را انتخاب کرد، از خیره قوم، از خبرگان، از بزرگانشون. اونها را با خودش به کوه طور برد، ولی اونها طمع چیزهای دیگه داشتن. میخواستند خدای را عیناً و چشم عیان ببینند، ولی هیهات لهم. آیا امکان داره کسی با این جسم خاکی خدای را مشاهده کند؟ در دنیا امکان نداره. ولذا خداوند عزوجل با صاعقه رعدآسا اونها را کشت، ولی سپس اونها را زنده کرد و به اونها درس عبرت آموخت که تقاضاهای گستاخانهشون رو متوقف بکنند. این آیات رو ببینیم که چگونه خداوند عزوجل مطرح میکنه در کلماتی بسیار کوتاه، ولی درس عبرت است برای تمامی انسان‌هایی که گستاخانه با خدا و پیامبر خدا سخن میگویند. آیات را ابتدا بشنویم و سپس به توضیح و تفسیر آن به حول قوه الهی بپردازیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. درس 35 ما با محورهای از این قبیل: معانی کلمات، ترجمه آیات، شرح و تفسیر و سپس درس و عبرت‌هایی که از این آیات گرفته میشه ادامه میدیم. در آیه 55 خداوند عزوجل میفرماید: و اذ قلتم یا موسی. باز همون اسلوب تکرار میشه و گفتیم که این اسلوب قرآنی در همه سوره های قرآنی است. اسلوب اختصار، مختصر کردن برای اینکه پیام را بهتر بگیرن. به جزئیات قضیه کمتر اشاره میکنه. اسما و مشخصات، اسمها، اماکن، شخصیتها، اینا مهم نیست. مهم اینه که ما در این خلال ماجرای تاریخ که ذکر میشه چی میخوایم بفهمیم و چی میخوایم بیاموزیم. و اذ قلتم، و بیاد بیارید، تذکر بدید به هم دیگه. آن زمانی که گفتید، قلتم یعنی شما گفتید. زیبایی عبارت را ببینید. قرآن میفرماید قلتم یعنی شما گفتید. مخاطب این آیه کی هستند؟ یهودیان معاصر عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولی آنها گفتند نخیر، اجدادشون، بزرگانشون و نه تنها همه اونها هم نگفتند، بلکه افرادی معدود و اونها 70 نفر بودند که پیامبر موسی علیه السلام
اونها را انتخاب کرده بود از جمله قوم برای اینکه با خودش ببره به کوه طور. در ضمن تقاضایی کرده بودند، چون بنی اسرائیل انسان‌های عنید و لجوج بودند. دانستیم در آیات که در درس گذشته مطرح کردیم، خداوند عزوجل در آن 40 شبی که موسی علیه السلام در کوه طور و مناجات نشست، تورات را که فرقان بود، جدای انداختن بین حق و باطل درش بود، نازل کرد. ولی آیا یهود به همون سادگی این آیات را پذیرفت؟ خیر. گفت ما باید خودمون حاضر باشیم و ببینیم که خدا با تو سخن میگوید و ببینیم چطور بر تو تورات نازل میشه و خودمون خدای را مشاهده کنیم و ببینیم. این تقاضاها همش رد نشد، بلکه موسی علیه السلام از خداوند خواست و خداوند اجازه فرمود و به همین خاطر 70 نفر را از خبرگان و بزرگان و رؤسای قبایل مختلف بنی اسرائیل انتخاب کرد و با خودش به کوه طور برد. ولی باز هم با شنیدن آیات وحی که چگونه با خداوند با موسی کلیم الله سخن میگوید بدون واسطه، چون میدونید که موسی علیه السلام صفت خاصی، ویژگی خاصی که دارد، گفته شده موسی کلیم الله است. چرا کلیم الله است؟ چون خداوند مستقیما با اون سخن میگفت، دیگه جبریل در میان نبود، واسطه‌ای بین موسی و خدا نبود. سخن خدا را میشنیدن، اما باز اونا گفتن ما میخوایم خدا را ببینیم. این گستاخی باید متوقف میشد. اینجا بود که فرمود و اذ قلتم یا موسی، و این یک درس عبرت زیبایی داره، و اون این که عده‌ای از خبرگان و بزرگان قوم وقتی مسئله را مطرح کردن و گفتن، روی همه مردم حساب میشه و باید همه مردم تاوان اون را بدن و همه مردم به اون متحد باشند، چون نمایندگان اونها هستند. و اذ قلتم یا موسی، گفتید ای موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرا. ای موسی ما به تو ایمان نمیاریم، در حالی که مؤمن بودن. چرا گفتم ما ایمان نمیاریم؟ یعنی از حالا به بعد ما نیستیم، ما این راه را با تو ادامه نمیدیم، ما اون چیزی که میخوای از ایمان به تورات قبول نداریم. این معانی را میرسونه. و الا اینها موسی را قبول داشتن و به همین خاطر توسط موسی از دست فرعونیان نجات پیدا کردن و حالا رسیدن به کوه طور و صحرای سینا و میخوان برن بیت المقدس را فتح کنن و اونجا دولتشون و حکومتشون تشکیل بدن. ولی گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. گفتن که ای موسی ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه خدای را آشکارا ببینیم. نرى الله جهرا. پس در اینجا چند کلمه ما داریم. یکی این که قلتم گفتید، یعنی گفتید، و منظور خبرگانشون و اعیان و اشرافون که 70 نفر بودن، موسی اونها را به کوه طور و صحرای سینا برد. و همچنین لن نؤمن، در اینجا لن در فعل عربی به معنای تعبید میاد، برای نفی آینده میاد به طور مؤکد. یعنی لن نؤمن هرگز به تو ایمان نمیاریم. معناش اینه که ما این توراتی که بر تو نازل شده قبول نمی کنیم، ما از حالا به بعد راه تو را ادامه نمیدیم، ما از حالا به بعد تو را قبول نداریم. تا شرط دارن حتی نرى الله جهرا. حتی یعنی تا اینکه چی؟ ببینیم خدای را آشکارا. یعنی تا اینکه خدا را آشکارا نبینیم ما به دنبال رو راه شما نیستیم، فرمانبر اطاعت و دستورات شما نیستیم. پس بنابراین جهرتن هم یعنی آشکارا و عیانا. فاخذتکم الصاعقه. اخذتکم یعنی در اثر این تقاضای گستاخانه ایتون بلا فاصله. و فا میگن که حرف است. حرف چیه؟ حرف تعقیب هست. حرف اینه که پس از یک کاری بلا فاصله وقتی صورت گرفت با فا میاد. فاخذتکم یعنی در خداوند دیگه این گستاخی را از شما نپذیرفت، بلکه چی؟ شما را با یک صاعقه شدیدی، همون رعد برق شدید آسمانی، شما را در بر گرفت. اینجا اخذ معنای کشتن میاد.
یعنی جان شما را گرفت، یعنی شما را کشت. و انتم تنظرون، و شما در این حالت میدیدید. چی را میدیدید؟ عذاب را میدیدید. خب اینا که مردن چطوری دیدن؟ گفته شده که بله، اینها تک تک میمردن و همدیگه را مشاهده میکردن که چطوری برق اون را داره میکشه و دیگری را میکشه، همینطور یکی پس از دیگری داره میکشه. یا اینکه اون زمانی که بلا نازل شد و صاعقه نازل شد مشاهده کردن چه عذابی داره رو سر اونها نازل میشه، یعنی عذاب را به چشم خودشون مشاهده کردن و این وحشتناکتره. یعنی انسان اگر که به بلای مصیبت بشه ناگهانی شاید درد و رنج زیادی نداشته باشه، اما اینکه به تدریج عذاب را بالای سر خودش ببینه و مشاهده بکنه چطور رو سرش فرود میاد، این در تعذیب دادن و شکنجه دادن سنگین تر خواهد بود. كتاب الله كتاب الله كتاب الله ثم بعثناكم من بعد موتكم. آیه بعد میفرماید خدا میفرماید ثم، سپس. و سپس هم حرف عطفه ولی برای تراخی است، میگن برای تأخیره، مثل فاست ولی با این تفاوت که فا بلا فاصله صورت میگیرد، یعنی اون کار ما بعد و ما قبل فا فاصله‌ای با هم دیگه نداره. فاخذتكم الصاعقه، یعنی بلا فاصله این تقاضای گستاخانتون منجر به عقاب سخت الهی شد و شما را کشت. حالا سپس خدا میفرماید بعد از مرگتان یک فرصتی گذشت و این فرصت مرحله‌ای بود که موسی علیه السلام دست به دعا برداشت. چرا دست به دعا؟ گفت خدایا اگر اینها که خبرگان و برگزیدگان بنی اسرائیل از بین ببرید، کیا میخوان از من اطاعت بکنن؟ این یک مسئله. مسئله دومی بود که اگر اینها کشته بشن اونها دیگه وای مصیبتن، اونها چه انتقام از موسی خواهند گرفت؟ خواهند گفت که شما بزرگان ما را بردی اونجا بکشی، نه اینکه اونها را معجزه نشون بدی. و 1000 تهمت افترا به موسی میبستند. پس بنابراین موسی با به طور خیلی مستمر و با الحاح به قول عرب ها و تأکید دعاهای مکرر از خداوند خواست که اینها رو دوباره زنده کنه و یک معجزه باشد و عبرتی باشه واسه اونها و همچنین عبرت باشه و درس باشه واسه اونهایی که پشت سرشون هستن از عوام مردم. سپس ما شما را دوباره زنده کردیم. بعثناکم یعنی شما را برانگیختیم، منظور زنده کردنه. بعثناکم من بعد موتکم، زنده کردیم بعد از مرگتان. و این یکی از 5 موردی است که قرآن کریم در سوره بقره در مورد مرگ بعد از زنده کردن بعد از مرگ سخن گفته. در 5 مورد در سوره بقره زندگی بعد از مرگ مطرح شده. یک موردش اینجاست، یک موردش این آیه است. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس شما را دوباره زنده کردیم بعد از مرگتان. منظور مرگ آن مرگی بود که برای خبرگانشون 70 نفر در کجا پیش اومد؟ در کوه طور. لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون یعنی که تا این که زنده کردیم تا این که شکرگزار باشید، یعنی اینکه تا اینکه دست از این گستاخی ها بردارید و راه اطاعت و شکر و تسلیم ادامه بدید. آیه بعد خداوند عزوجل میفرماید و ظللنا علیکم الغمام، و سایه انداختیم بر شما به وسیله چی؟ ابرها. ظللنا اصل ظل یعنی سایه، سایه انداختن. و این در مرحله ما بعد بود، در کوه طور نبود، بلکه در زمانی که در صحرای سینا به طرف بیت المقدس حرکت می‌کردند، در اون مرحله از سردرگمی و از گرما و از گرسنگی و تشنگی داشتن هلاک می‌شدند. خداوند عزوجل با دعای موسی بر سر آنها سایه انداخت. با چی سایه انداخت؟ پس ظللنا یعنی ما سایه افکندیم، علیکم یعنی بر سر شما. الغمام یعنی چی؟ الغمام جمع کلمه غمامه است، یعنی ابرها. نام دیگری برای ابر مثل سحاب و سحابه در زبان عربی برای چی؟ برای ابر. سبب نامگذاری این نوع ابر یا یک نوع ابر مخصوص هست.
ابرش گفته که شفاف، سبک و خنک. خیلی عجیبه. یعنی رحمت و لطف و عنایت پروردگار را به بنی اسرائیل ببینید. میشد با یه ابر سیاه و سهمگین هم باشه، ولی ابر شفاف تاریکی نمیاره. ابر روشن بعضی وقتا روز رو روشن‌تر میکنه. ابر شفاف خنکه، یعنی علاوه بر این که گرمای آفتاب رو میبره، خنکی را به جاش میاره. ابر شفاف روشنی هم به همراه داره، یعنی نه تنها تاریک میکنه بلکه روشنی هم میبخشه. پس بنابراین این نوع ابر هم سایه افکن است، هم روشنی بخش و هم خنک کننده. سپس خداوند عزوجل در اون مرحله حیرت سرگردانی بنی اسرائیل به اونا میفرماید و انزلنا علیکم المن و السلوى. اون زمانی که شما حیران بودید در بیابانها سرگردان، نه غذای منظمی مرتبی داشتید، نه خوردنی و نوشیدنی درستی. پس بنابراین خداوند نازل کرد بر سر شما برایتون از غذاهای بهشتی به طور مجاز آسا می اومد. این دو غذا چی بود؟ من و سلوا. تفسیرهای گوناگونی است. اون چی که اکثر و مفسرین به این تاکید دارن که من غذای مثل حلوا، مثل عسل بوده که شبها روی برگ درختان می نشست و اون را می خوردن مثل عسل. یا سلوا گفتن نوعی پرنده بود که بریانی شده آماده می اومد و مثل بلدرچین. پس بنابراین من را به عسل و سلوا را به بلدرچین تفسیر کردن و این تفسیر رأی اکثر مفسرین هست. غذاهای آماده بهشتی برای بنی اسرائیل در اون مرحله حیرت و سرگردانی در صحرای سینا بوده. خدا میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این پاکی هایی که به شما روزی دادیم. و این امر اباحه است، امر وجوب نیست، چون امر در قرآن کریم امر واجبه. همیشه وقتی خدا میفرماید اقیموا الصلاة یعنی نماز را به پا دارید، واجبه، چون در مسائل عبادی و شرعی امر واجب است. اما در مسائل عادت و مسائل روزمره میشه امر چی؟ اباحت. یعنی خداوند به شما اجازه میده که بخورید و بشامید هر چی که دوست داشتید از این چی روزی های پاک و حلالی که خداوند به شما نصیبتون کرده. و سپس فرمود و ما ظلمونا، و ما بهشون ظلم نکردیم. ما به بنی اسرائیل ظلم نکردیم، ولکن این لیکن خودشون بودن که کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون بودن که به خودشون ظلم میکردن. چطوری؟ با اینکه این همه نعمت ها نازل میشد، باز هم با سینجیم های بی مورد، با عناد و لجاجت های بی مورد در نعمت ها و رحمت ها را بر خودشون میبستن. ترجمه این آیات چارگانه را اینگونه دوباره از اول آیات را بخونیم و اونها را ببینیم خداوند با ما چی میگه. خداوند فرمود و اذ قلتم یا موسی، یعنی بیاورید هنگامی که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه الله را آشکارا ببینیم. پس صاعقه آسمانی شما را فرا گرفت در حالی که شما میدیدید. آیه بعد فرمود ثم بعثناکم، یعنی سپس بعد از مرگتان شما را زنده کردیم تا اینکه شکر گزار باشید و شکر کنید. آیه بعد فرمود و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى، فرمود و بر شما با ابرها سایه افکندیم و برایتان من و سلوا فرستادیم. بخورید از غذاهای پاکی که روزیتان کردیم و ما بر ایشان ستم نکردیم، بلکه این خود بودند که بر خویشتن ستم کردند. اگر این آیات را بخوام به هم دیگه ربط بدیم، در ادامه آیاتی که در درس‌های ما قبل گذشت، خداوند عزوجل گوشه‌هایی از یا فصلهایی از تاریخ بنی اسرائیل داراتی برشون تکرار میکنه، ورق میزنه به طور خیلی فشرده، به طور خیلی مختصر. ما مسلمانان این آیات را وقتی میخونیم باید برگردیم به تاریخ، بدونیم بر سر بنی اسرائیل چی اومده. ولی بنی اسرائیل که تورات در اختیار داشتن و قصه تاریخ خودشون مفصلا از اجدادشون میدونستن، این آیات اتمام حجتی برای اونها بود که آن داستانهای تلخ و شیرین زندگی اجدادشون رو دوباره با هم مرور کنند. پس بنابراین چیزی واست انسان بدونه که در چه مراحلی اجداد انسان زندگی میکرده
و چگونه خداوند عزوجل بر سر اونها نعمت ارزانی داشته و براشون راه حل تراشیده و اونها را از اون همه مصیبت ها و گرفتاری ها نجات داده. ولی حالا آیا قدردان بودند یا نبودند؟ اینا خودشون میتونن قضاوت کنند. پس بنابراین از جمله این کجروی ها طلب و خواست رؤیت الله در دنیا بود که شرط استمرار در راه ایمان و پیروی از موسی بود و لذا عقاب سخت الهی و کیفر سخت از آسمان فرود آمد و همگی را سوزاند و کشت. همگی که میگیم آن 70 نفری بود که با موسی علیه السلام در کوه طور بودند. زیرا هیچ کس در دنیا تاب و تحمل دیدن الله را ندارد، اگرچه پیامبر موسی علیه السلام و باشد. ولذا در داستان موسی در این موضوع به موقع خودش اشاره میکنیم. اون زمانی که در سوره اعراف میخوانیم که تقاضای رؤیت الله سبحانه و تعالی کرد. خداوند فرمود که نمیتونی مرا ببینی، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ان شاء الله اون داستان ماجرای موسی علیه السلام و اون تقاضای لقا و ملاقات، نه عناد و تکبر بقیه بنی اسرائیل بود. ولذا اونجا با شیوه خاص خودش برخورد شد که خداوند عزوجل میخواست موسی را حالی کنه که انسان به طبیعت خاکی و مادی خودش در این دنیا نمیتونه خداوند را ببینه و مشاهده بکنه، هرچند که در روایات و در آیات ما در انشاءالله تفصیل آن جزئیات خواهیم پرداخت که یکی از بهترین نعمت‌های بهشتی اینه که انسان مؤمن در بهشت جلوه‌ای از وجه پروردگار را ببینه. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. ولی در اینجا مسئله طلب یهود از روی عناد لجاجته. یعنی زمانی که میخوان تقاضای دیدن خدا بکنن نمیخوان مشتاق دیدار خدا بودن، بلکه اینجا به خاطر لجاجتشان با موسی، این که موسی را قبول ندارن، حرف موسی را پذیرا نیستن، میخوان خودشون ببینن مستقیما، میخوان خودشون مستقیما بگیرن. اگه اینطور بود پیامبری در میان نبود. پس بنابراین قضیه عناد و لجاجت آنها با موسی است، نه چیز دیگر. ولذا مسئله برای اونها سخت گران تموم شد. خداوند با صاعقه همه اونها رو کشت، ولی با دعای موسی و خیر و برکتی که برای بنی اسرائیل در نظر گرفته بود اونها رو دوباره زنده کرد و با حکمتی که خداوند برای آینده بنی اسرائیل و نسل بنی اسرائیل در نظر گرفته بود آنها را دوباره چیکار کرد؟ زنده کرد و حیات بخشید تا اینکه برای خودشون ادامه بدن. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. این بود که حق تعالی آنها را پس از این همه نعمتها دوباره در اون مرحله با ابر پر از رحمت، خنکی، سایه و همچنین روشنایی از اون حیرت و تشنگی و گرسنگی نجات داد و از اون فلاکت و هلاکت نجات داد و تا اینکه راه خودشون رو به طرف بیت مقدس ادامه بدن. ولی آیا واقعا قدر این نعمت‌ها را دونستن؟ این باید خود بنی اسرائیل در این باره قضاوت کنه. از این پس یهود برای یافتن سرزمین موعود راه خودش را در بیابان‌های سینا ادامه داد. از شدت آفتاب سوزان رنج می‌برد و از گرسنگی و تشنگی در عذاب بود که الله سبحانه و تعالی با ابرها برایشان سایه انداخت و آنها را همانند سایبانی بر سرشان قرار داد که در کنار آن غذاهای بهشتی من و سلوا را فرستاد که دو نمونه از بهترین غذاهای خوب بهشتی بودند تا اینکه بخورند و بیاشامند و از هلاکت و فلاکت نجات پیدا کنند، برای ادامه هجرتشان تقویت بشن. ولی باز هم با عناد لجاجت از در تمسخر خوراکی های خوشمزه و لذیذ و گوارا و راحت بهشتی را نپذیرفتند و نپسندیدند و تقاضای حبوبات و امثال اون کردند که ذکرش رو در آیات آینده خواهیم دید. آنچه که مهم است در این آیات چی میخواد بگه خداوند عزوجل؟ میخواد تذکر بده به نسل یهود به تاریخ اجدادشون، میخواد به یهود معاصر به اسلام بگه که و همچنین یهود در طول تاریخ میخواد بگه که با این آیات بیارید تاریخ گذشته‌تون و از اون عبرت بگیرید. میخواد با این آیات
ادعای بزرگان قوم و ابراز رأی اونها را به منزله رأی همگان قلمداد بکنه و به همگان بگه که اگر که شخصی را به عنوان نماینده خودتون انتخاب کردید پس منتظر عواقب تصمیم گیری هاش باشید. این آیات به ما میگه که طلب غیر منطقی و گستاخانه بسیاری از بعضی از یهودیان بر دیدن الله اونها را گرفتار عذاب سوزنده دنیا کرد که اگر دعای مکرر موسی به حکمت باری تعالی نبود برای همیشه جانشون گرفته میشد، ولی خداوند خواست معجزه دیگر صورت بگیرد. درس چهارم اینه که الله بر سر انسان ها منت عفو و گذشت میگذاره تا انسان بر بگرده و شکرگزار باشه، نه اینکه اناد و لجاجت بکنه یا موضوع را به شوخی و مسخره بگیره. و این درس ها را باید انسان ها برای همدیگه تکرار کنند تا اینکه راه سعادت و توفیق و هدایت را با همدیگه بپیمایند. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مسئله در اینجا رعایت الله از روی شوق و دیدار و ملاقات نیست. همطور که مؤمنان خدا دوست دعا میکنند، دعایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده که خداوند به ما روزی کنه، آن روزی که در بهشت خداوند عزوجل روح مبارکش را و چهره مبارکش را به بندگان مؤمنش نشان بده. بهترین نعمت‌های بهشتی علما فرمودن که النظر الى وجه ربنا سبحانه و تعالی، یعنی نگاه کردن به روح و چهره پروردگار سبحانه و تعالی است. با چه کیفیتی است ما نمیدونیم، به دلیل این که ما هنوز دنیای آخرت را کیفیتش برای ما معلوم نیست. کیفیت حتی بهشتیان و زندگیشان و نعمتهای بهشتی برای ما مشخص نیست. پس بنابراین ما در کیفیت آن بحث نمی کنیم. در آنچه که هست در اصل مطلبه که یکی از بهترین نعمتهای بهشتی است. ولی اینجا را بیاد بیارید که یهود این تقاضا را با عناد میکنه. پس بنابراین باید بیاد بیاریم که اگر انسان در بارگاه الهی از در تواضع وارد بشه یک مبحث جدایی بس باز میشه، و اگر که از راه عناد و لجاجت باشه اونجا حساب دیگه واسش باز میشه. پس بنابراین انسان باید نیتش رو اصلاح بکنه که انما الاعمال بالنیات. یعنی چی؟ یعنی انسان ها باید همیشه بدونن که اگر تقاضایی از بارگاه خداست یا برخوردی با خدا و رسول هست از روی اخلاص و تواضع و فروتنی باشه، نه از روی عناد و کفر و لجاجت. در این حالتی که انسان میتونه موفق باشه ولو اینکه اشتباه بکنه در ظاهر لفظ، به دلیل اینکه خداوند قلبهای ما را مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. ممکنه در زبان هم اشتباه کنیم، ولی قلب ما که محک نیت هاست و قرارها و تصمیم هاست اون معتبره. امیدواریم که موفق و مؤید باشید. با درس دیگر که مباحث دیگر را یا صفحاتی را از تاریخ بنی اسرائیل از خلال قرآن کریم ورق میزنیم شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.